الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران و خواهران عزتمند، امروز هم که باشد بهر شما یک احادیث را از جناب پیامبر صلی الله علیه و سلم به سمع شما میرسانم. از همه شما عزیزان دل معذرت خواهی میکنم، شاید در دوام صحبت از بنده خطاگی سر بزند و از همه شما خواهش دارم که با دقت نوار را گوش کرده و به یار و دوستان خود این را روان کنید. هر احادیثی که پیامبر صلی الله علیه و سلم به ما و شما بیان کردن این تعلیم است، این یک درس مهم است اگر ما و شما تفکر داشته باشیم. جابر بن عبدالله رضی الله عنه از جناب پیامبر صلی الله علیه و سلم یک حدیث را بیان میکند. میگوید جناب پیامبر صلی الله علیه و سلم گفت: خداوند 5 نعمت به من داده است، بر دیگر پیغمبران دادگی نیست. صحابه گفتند یا رسول الله اون 5 نعمت چی باشد؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم یکم گفت نعمتی که الله به ما داده است ای است که ما پیش از این که به دشمن خود حمله کنم، به سوی دشمن خود حرکت کنم، 1 ماه پیشه که الله ترس در دل اونها جاری میکنم، اونها همیشه دهشت زده میشوند. یکم نعمتی که الله به ما داد این است که ما پیش از این که بر دشمن خود حمله کنم چکو نه اونها ترس هراس در دلشو پیدا میشود 1 ماه پیشه که. و دویم نعمتی که الله به ما داده است و به دیگر پیامبران دادگی نیست این است که خداوند همه روی زمین برای ما پاک گردانیده است. در هر کجا که نماز بخونیم خداوند قبولش میکنه. از این حدیث استدلال کرده می شود که در پیغمبرای پیشین عبادت فقط در مسجد جایز بود، غیر مسجد در دیگر جا عبادت منع بود. انا در پیغمبر خودمون صلی الله علیه و سلم در هر کجایی که مسلمان عبادت کنه، چی در مسجد و چی در غیر مسجد، خداوند او را قبول میکنه. و سوم چیزی که الله میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم خداوند به من داد این است که وقتی که من بر بالای دشمن خودم غالب که بیام، دشمن وقتی که شکست که بخوره، مال اون دشمن خداوند برای ما چیکار کرده است؟ حلال گردانیده است. از این دیده میشه در پیغمبرای پیشین مالی که از دشمن وقتی که بعد جنگ که به دست می آوردن حلال نبود، لکن در پیامبر ما صلی الله علیه و سلم خداوند این را چیکار کرد؟ حلال گردانید. و چهارم نعمتی که به پیامبر صلی الله علیه و سلم خداوند عطا کرده است این است که هر پیغمبر برای یک قوم معین خداوند چیکار میکرد؟ میفرستاد. لکن رسول الله خداوند برای تمام جهانیان، برای همه انسانهای روی دنیا، برای یک قوم الهیده نه بلکه برای همه روی دنیا چیکار کرده است؟ فرستاده داشت. و پنجم نعمتی که الله متعال به پیامبر ما داده است و به دیگر پیامبران نداده است این است که خداوند شفاعت نصیب پیامبر ما گردانیده است که فردای قیامت پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم امتاش چیکار میکنه؟ شفاعت میکنه. از الله متعال خواهان هستم که خدای مهربان من شما را از این شفاعتی که الله متعال به پیامبرش وعده کرده است من شما را با نصیب بگرداند و پروردگار مهربان در هر گوشه و کنار دنیا هر مسلمانی که هست اون را پروردگار مهربان از آفتها و بلاها نگه بدارد. و پروردگار مهربان دعا میکنم که جامعه عافیت بر همه ما و شما نصیب روزی بگرداند. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.